درود شنوندگان گرامی، گفتارمان را از سلسله خوانش ادبی آغاز می‌نماییم. با توجه شما کتاب کسینوفونت تحت عنوان کروشنامه در ترجمه، تحریر، سرسخن و توضیحات دکتر علم‌های فلسفه پروفسور رمضان نظریف در قرائت کارمند شایسته تاجیکستان علیزاده عبدالرشید خوجمقل تقدیمتان می‌گردد. گفتار 23. سلسله مذکور با هدایت و دستگیری اساسگزار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان به چاپ رسید. کروشنامه اثری است که تربیه سرلشکر و حاکم آرمانی مردم فارس را در دوره هخامنشی ها تصویر می کند. آن همچون رمانی تاریخی، ترجمه حالی و دستورنامه اداره کنی و راهبری تعبیر می شود. در آن در برابر هنرهای جنگی و لشکرکشی و صنعت جنگ و محاربه ها، همچنین دستورهای سیاسی و اخلاقی در آمیزش با قصه های مردمی، ترجمه حالی و تخیلات بدیعی تصویر می یابد که اکثر آنها در دایره طبقه برگزیده افین صورت گرفته است. همچنین کروشنامه درباره خصلت و سیرت کوروش بزرگ معلومات می‌دهد. کتاب 3 باب 1. ای کوروش، من نمیگویم که تنها یک بار شناسایی با آدمانی که از ما برترند ما را خردمندتر میکنند. برای این در نزد آنها باید مسئولیت را به دوش گرفت، مانند آن که حالا پدرم در نزد تو جوابگر است. اما پدرت هنوز یگان جزا نگرفته است، گرچنده که خوب میدانم که او از بدترین جزا در ترس و هراس است. اما چیزی مگر بجز از ترس و هراس شدید انسان را تضییق داده میتواند؟ آیا نمیدانی کوروش، آدمانی که از شمشیر زخمدار شده اند و آن سلاح قوی ترین جزادهی به شمار می رود، ناوابسته از آن رغبت و خواهش از نو و محاربه ضد دشمنانشان پیدا می کنند، در حالی که آنهایی که در نزد حریفشان ترس و هراس سخت دارند جرأت ندارند که چشمانشان را حتی اگر آنها را روح بلند نمایند به جانب او بلند کشاده تواند. تو تیگران تصدیق میکنی که در بیم جزا بودن نسبت به خود جزا سخت‌تر تأثیر میرساند؟ کوروش، تو میدانی که من راست میگویم، زیرا تو میدانی آدمانی که از بدرقشوی و یا شکست میترسند و آن زمانی است که آنها باید جنگ کنند همیشه ترسوار رفتار می کنند. مانند همین آنهایی که با کشتی شنا می کنند و از غرق شدن کشتی می ترسند و آنهایی که از غلامی یا به زندان افتادنشان می ترسند، از ترس جانشان نه خوراک می خورند و نه آب می نوشند. برعکس آنهایی که به بدرقه افتادند یا الکی شکست خوردند و یا حتی به غلامی افتادند می توانند آرامانه خوراک خورند و خواب کنند و حتی سعادتمندتر از آنهایی اند که خوشبختانه زندگی می کنند. آدمان تا کدام درجه ترس و هراس را به طور قوی
پخش می کنند از حکم زیرین روشن می شود. چنین می شود که آدمان از ترس آن که به اسارت نافتند و کشتن نشوند، از ترس پیشکی به خودکشی دست می زنند. بعضی ها خود را به ورطه چقور هوا می دهند، دیگران خود را به دار می آویزند و غیر آنها خودشان را با کارد زده به هلاکت می رسند. همین طریق ترس در مقایسه با همه مصیبت های دیگر به نفس او بیشتر ضربه می زند. اکنون تو وضع پدرم را تصور کن که او نه تنها برای حیات خودش بلکه برای حیات من، زنش و تمام فرزندانش در ترس و هراس است. به این کروش جواب داد: اکنون به نظر من هم خیلی احتمال است که او در بند چنین احساس قرار دارد، اما به نظرم چنین می نماید که به همان یک شخص در شرایط مساعد خاصیت دلیرانه رفتار کردن هنگام بدبختی خود را گم کردن خاص است و شخصی از زندان آزاد شده می تواند که باز خودسرانه رفتار کرده برای دیگران ناراحتی ایجاد سازد. شاید خطاهای ما، به نام زیوس قسم می خورم، حقیقتاً سبب ناباوری تو کروش نسبت به ما گردیده باشد. اما تو امکان داری که قلعه ها سازی، نقطه های استحکام ها را به دست آری و عموماً همه گونه گروی وفاداری دلخواهت را به دست آری و مطمئن بوده می توانی که ما از این طرز کار آنقدر خفه نمی شویم، زیرا در خاطر خواهیم داشت که به این همه خودمان گناهکاریم. اما اگر اداره این کشور را به دست اشخاصی بسپاری که در نزد تو گناه صادر نکردند و نسبت به آنها ناباوری اظهار کردنی باشی، احتیاط باش که در جواب خیرخواهی تو به دشمنانت تبدیل نیابند و اگر از ظهور شوی نفرت آنها ترسیده برای پیشگیری کردن عملهای گستاخانه آنها به سرشان لجام نزنی، پس چگونه باید چاره‌های سختری را حتی زیادتر از چاره‌های ضد ما برای برقرار کردن احتیاطکاری ناندیشی؟ اما قسم به خدایان تیگران، برای من ناگوار می بود که چنین هم پیمان ها داشته باشم که آنها چنانی که می دانم تنها به طور مجبوری به من خدمت می کنند. چنین به نظر می رسد که تحمل نمودن خطاهای آدمانی که وظیفه خود را با صداقت و مهر صمیمی اجرا می کنند نسبت به نفرت آنهایی که فرمانهای مرا دقیق و عمیق ولی اجباراً اجرا می کنند آسان تر خواهد بود. با این تیگران جواب داد: مگر محبتی صمیمی تری را که حالا در میان ما کسب می کنی در جای دیگر یافته می توانی؟ من باوری دارم تیگران چون این محبت را در بین آدمانی پیدا کرده می توانم که هیچگاه نسبت من نیتی دشمنانه نداشتند، به شرطی که اگر خواهم که با آنها چنین نیکی کنم که
حالا از من میپرسی آیا حالا شخصی را پیدا کرده میتوانی که به او نسبت به پدرم التفات بیشتر داشته باشی؟ زیرا اگر تو حیات شخصی را میبخشی که در نزدت گناهی ندارد، به کدام منت داری امید بسته میتوانی؟ از بس که او را نه از زن و نه از فرزندانش محروم نساخته ای؟ آیا وی نسبت به تو چنان حسیات صمیمی منتداری داشته میتواند که آن را نسبت به تو شخص درک نماید که حقوق پرره محروم ساختن او را از زن و فرزندانش داری؟ و آیا آدمانی را که میشناسی که بیشتر از ما ناراحت شده میتوانند که اگر پدر ما شاهیگری ارمنستان را به دست نآورد؟ از اینجا همچنین مطلبی زیرین روشن میگردد: هر کسی که با از دست دادن قدرت شاهیگری این گونه غم و اندوه سخت را از سر گذراند، در حالی از سری نو به دست آوردن آن برای تو منتداری عمیق را بیان خواهد کرد. اگر تو را اندیشه آرام نگذارد که هنگام ترک کردن ملک شاهیگری ما به کی واگذار نمودن آن کمترین شدتی عصبت می گردد، پس خودت فکر کن که در کدام حالتهای زیرین آسوده بودن بهتر است: با حکومت نو یا با نگاه داشتن حاکمیت داری پیشینه؟ و اگر می خواهی که از کشوری ما هرچی بیشتر جنگاور گیری، پس به نظرت کی آنها را زودتر جمع آورده می تواند بجز کسی که این قوه نظامی را بارها جمع آورده است؟ اگر مبلغ پولیت کافی نباشد، پس بهتر از کسی که امکانیت های کشور را خوب می داند و واسطه های موافق را در اختیار دارد، کی آن را زودتر به تو آورده می رساند؟ کوروش دلیر، تو باید احتیاط کار باش که ما را جزا داده به خودت بیشتر از آن که پدرم به تو ضرر رساند ضرر برسانی. چنین گفت تیگران. از شنیدن این سخنان کوروش خیلی شاد شد و فهمید که هر چیزی که به کیاکسر گفته بود به اجرا می رسد، زیرا او وعده‌اش را در خاطر داشت که شاه ارمنستان را از پیشتر دیده به دوستی وفادارتر تبدیل می گرداند. کوروش در حال به شاه ارمنی با چنین سوال مراجعت کرد: شاه ارمن، اگر موافق خواهش شما عمل کنم، پس بگو که با من چند نفر جنگاوران میفرستانی و برای گذرانیدن جنگ به ما چقدر مبلغ پولی میدهی؟ شاه ارمنستان در جواب گفت: ای کوروش، جواب عادی ترین و راست من چنین خواهد بود: من تمام قوه نظامی را که در اختیار دارم به تو نشان میدهم و خودت انتخاب میکنی که کدام قسمی آن را با خود میبری و کدام قسمی دیگرش را برای اجرای خدمت محافظت نظامی در ارمنستان باقی میگذاری. این چنین به سوالت درباره مبلغ پولی همان طور راست قولانه جواب میدهم: من به تو تمامی مبلغ پولی نقد را نشان میدهم و تو تصمیم میگیری که چه قدری آن را با خودت میبری و چه قدری دیگر را باقی میمانی. شماری لشکرت چقدر است؟ پرسید کوروش. و چقدر مبلغ پولی داری؟ همگی 8,000 نفر سربازان سواره و تا 40,000 نفر پیاده‌گردهای ارمنی هستند
در خصوص مبلغ پولی باشد به حساب عمومی همراه با گنج‌های از پدرم باقی مانده اگر به نرخ نقره برگردانیم زیاده از 3000 تلنت را تشکیل می دهند. کوروش بداهتاً گفت مادامی که همسایه های تو خلدانیان بر ضد تو عملیات جنگیشان را دوام می دهند، نصف لشکرت را همراه من به آنجا می فرستانی. در موردی مبلغ پولی باشد به جای 50 تلنتی که قبلا می سپاریدی بکی اکثر برای خودسرانه قطع کردن پرداخت خراج 2 برابر زیادتر می دهی. و من باشد 100,000 تلنت قرض می دهی. در نوبت خود من وعده می دهم که اگر خدا به ما برکت دهد برایت بر عوض آن نعمتهای از این هم زیادتر را عطا خواهم کرد، یا اگر توانم خود همین مبلغ پولی را باز می گردانم. اما اگر من آنها را برگرداندن نتوانم تنها از سبب نبودن مبلغ پولی و کسی مرا برای ویران کردن قانون عدالت سرزنش نمی کند. آنگاه شاه ارمنی گفت به نام خدایان کوروش این طور حرف نزن. اگر در این باره سخنانت را بس نکنی من آرام بودن نمی توانم. همه این مبلغ‌های پولی را که در خزینه من باقی میمانی به حد مبلغ‌های دیگری پولی که با خود میبری مال خود حساب کرده میتوانی. بگذار چنین باشد گفت کوروش، اما بگو که به من چند پول میدهی تا زنت را برگردانم؟ همه پولهای را که جمع آورده میتوانم. برای بازگردانیدن فرزندانتان چی؟ برای آنها نیز همان قدر. همین طور 2 برابر بیشتر در مقابل آن مبلغی که در بساطت داری. تو تیگران برای از اسارت نجات دادن زنت چقدر خونبها پرداخت کرده می توانی؟ تیگران به نزدیکی ازدواج کرده بود و به زنش دیوانوار عاشق بود. من کوروش گفت او تیارم که جان خود را فدا کنم تا که زنم تلخی سرنوشت غلامی را نچشد. پس زنت را گرفته به خانه‌ات بر. من او را به حیث اسیرم نمی شمارم، زیرا تو هیچگاه از ما نگریخته ای. تو هم شاه ارمنستان زن و فرزندانت را بی پول بگیر. بگذار آنها احساس نمایند که آزادانه به نزدت بر می گردند. حالا همه شما با ما خوراک شام می خورید و بعد از آن هر کس می تواند به کجایی که خواهد رهسپار گردد. و همه برای خوراک شام با کوروش ماندند. شما گفتار 23 را از سلسله خوانش ادبی از روی اثر کسینوفونت تحت عنوان کروشنامه در ترجمه، تحریر، سرسخن و توضیحات دکتر علم‌های فلسفه پروفسور رمضان نظریف در قرائت علیزاده عبدالرشید خوجمقول شنیدید. کارگردان شیرعلی نغزلی، صدابردار کریم جان حمیدزاده.